جنگاور تو هستی؟ زنده بودنت را میدانستم. تو کی هستی؟ تو کی هستی میگویم، من تو رو نمیشناسم. تو مرا از راستی نشناختی؟ نه نشناختم. کی هستی تو؟ در حقیقت باوری داری که مرا نمیشناسی؟ نه تو رو نمیشناسم. از کجا شناسم تو رو؟ اولین بار میبینم. هم از بالای نقاب چخیر شناسم. جنگاور و آن آدم یکدیگرشان را میشناختند. هر دویشان را زنده میخواهم. خوب شد است جناب. مرا از همه خوبتر تو میشناسی جنگاور. هم تو رو هم دوست داشتت رو میکشم. چرا از پسی اژدها هستی؟ در اصل تو چرا از پسی او هستی؟ با تو یک چیز میگویم، اژدها را با من گذار. او را من میکشم. آدم کشی کاری درست نیست. هر کس فهمش خود را دارد. جان را با جان، خون را با خون میشویند. اژدها اونجاست. نهایت تو را یافتم اژدها. جنگاور 2 سال در کجا بودی؟ تو را بسیار یاد کردم. به شرف ترسانچه منتظر نمایان شدنت بودم. که ترسو است معلوم شد. تنها نامده ای کو در برات باز یک رفیقت را آورده ای. باز تو کی هستی؟ اجل تو هستم.
جناب کمال سیاه هم اینجاست. دختر نقابدار هم اینجاست. آنها را گذارید. هر دوی آنها را به مکان خودمان برید. جنگاور اینها را به تو میگذارم. من از پس اژدها میروم. همه کس از قفوی لیویده اوخی زوبای. تو باز کی هستی؟ کنی گبزن ایودم. پلیس! جنگاور میدونستم که تو زنده هستی. پلیس! اونها را از دست ندید. کمان چکار میکنی اینجا؟ ای به عقل کنی پایان فرا. این رو هم برای محکم کنید. پلیس اینجاست. در حال باید رویم. به هیچ کجا نمیروم. تو به اینجا برای پیدا کردن آدمی که فقط گلینولو را کشته است دعوت کردن، نه از پس جنگاور شدنت. در حال باید رویم. چی خیل میابیم؟ حتی خودترین ایزه نیست. انا یافتم. فؤاد گلینولو را من کشتم. عادل شما را نیز به نزد او میفرستم. تو جان دوست داشته مرا گرفتی، من باشم حالا جان تو را میگیرم. پلیس! شاید نجوم! رویت را گردان. رویت را گردان. نقابت را برار. نقابت را بکش. نقابت را بکش. بلاسند. ای کمال بدبخت، رنگ کک در همه جا پیدا میشه. اینجا چی میکنی؟ برای کشتنی او اومده بودم. یه بس کمی کروتا شاگرد دستو شبک شو. برای در ماشین بشی گرنگ نکن. من آمدم همکار. آمدی خوش آمدی. اژدها را دیدی؟ دیدم ولی او از دستمان گریخت. بلا زند. باز جنگاور همینجا بود. او زنده بود است. میدانم، همشان را دیدم. دختر نقابدار هم اینجا بود. یک نفر دیگر هم بود، لباس سرخ داشت. بله، قهرمان. او را هم دیدم، همینجا بود. تو در کجا بودی ها؟ گوری پلیسا رو نگرفته چرا با اینجا اومدی؟ باز تنی تنها. اژدها میدونسته است که ما با اینجا میآییم. با ما دام گذاشته بود. اگر جنگاور و آن قهرمان نمی بود من میمردم، میدونی؟ انا همان کمیسره که از پست از همین آدم است. از پلیس تماما پروا ندارم. من جنگاور و آن آدم را میخواهم. حاضر در حال به نزد گروه میرویم. رفتیم. اقلا اینجا در نظرم ننمو. کمیسری بیشرم. تو کجا غیب زدی؟ در کجا بودی؟
همکار نقل کردم. آخر چی رو نقل کردی مراد؟ بیا روی. اژدها در کجا است؟ ایونت نگاه کن. اژدها در کجاست؟ یه در رنگ رو اژدها در کجا است؟ دهانت رو کشا. اژدها در کجا است؟ گذار من مگب میدم. آرام شو. در کجاست؟ مراد دستم رو سردی. اتاقت میرم. شد آرام شو. آرام شو. مراد سردی من. مراد سردی دستم. همکار آرام شو. این خیلی نکن. ایستا. مراد بس که سری لیوه این فیروز شد آرام شو. میجاش تانه نشوه. تو با اتاقت میرم. آرام شو. با اتاقت میرم. کپت دود کدگه بدبخت. ولی لیوه خطی بازی داری ها؟ راو. این بدبخت خیال کده که من کمیسر زبایدم. از رفیقم ملال نشم. میخواهی ادوکاتت رو دعوت کنم؟ میخواهم. چخیل؟ میخواهم گفتم. هی! باز گپ بزنی. اگر مردن نخواهی گپ بزن. گپ زن. قسم میخورم که نمیدونم اژدها در کجاست. التماس برا نکش. افلاس. ما تو را برای چه دعوت کردیم؟ برای پیدا کردن قاتلی فؤاد گل ناغلو. تو چی کار کردی؟ از جنگاور قصد شخصیت را گرفتن خواستی. تو را برای این دعوت نکرده ایم. پروا نکنید، من از پس کارم هستم. گل آلو را این آدم کشته است. این کیست؟ قهرمان. ببخش مرا همکار. به تو باور نکردم. جنگاور و اژدها در حقیقت زنده بودن، ولی بعضی چیزهایی است که نافهمه است. آخر جنگاور از پس اژدها است، چون که میخواد انتقام کلتکیلش رو گیرد. دختر نقابدار و اون قهرمان بود که بود نمیدونم. چرا از پس اژدها هستند؟ مراد بخشش و اکیونل در این کار زوری بد بود. برای اینها را فهمیدن باید آنها را دستگیر کنیم. این کار رفته رفته مخفی‌تر شده ایستاده است. کار ببین، جنگاور و اژدها رو فکر میکردیم که مردن، ولی زنده هم. نقطه. خوب کلتکل است چی؟ او هم زنده است میگویی. اگر زنده باشد چی؟ با فکرت آدمی که امروز دیدیم کلتکل شده میتواند؟
قهرمان ممکن کرد کیلس باشد. چرا نباشد؟ قهرمان کی است؟ در دست ما تنها یک معلومات داریم. آدمی هست که در گذشته دوست داشته‌اش را کشته. با امر گروه زنی یک آدم تاجر را کشته بودند. دختری دوست داشته یک کارگری امنیت را کشته بودند و دوست داشته کیلس را هم کشتند. تاجر به خارجه گریخت. کارگری امنیت از بین ناپدید شد. کیلس هم مرد. این خیلی باشد این آدم کی است؟ شاید کیلس نمرده است. دیدی در مسئله جنگاور راست گفتی، نمرده است. اگر کیلس نمرده باشد پس قهرمان کیلس است. کمال تو در اینجا چی کار میکنی؟ در حال از اینجا رو، زود باش. مرا گوش کن میلیس. رو با تو میگویم. تو رو رها نمیکنم، همیشه در برند میشم. رها کن مرا، آخر چی کار میکنی؟ رها کن. کمال مادر چی کار میکنی اینجا؟ مادر تو چی کار کرده ایستاده؟ تو در اینجا چی کار میکنی ها؟ اگر یک باری دیگر این دختر را ناراحت کنی پسرم نمیگویم تو را میپرانم. پس حاضر پرام پدر، من همیشه در بر این دختر میشوم، محافظت میکنم. با تو باورم نمیآید. بهتر بیا گیرو ببینی. گپای زده‌ات رو گوشت میشنود ها؟ تو کی را محافظت میکنی؟ کی را از کی محافظت میکنی؟ از هجدهاری سرخ. چه؟ زنده است، با چشمان خودم دیدم. در اینجا چی گپ است؟ تینجی است؟ پسرم آن اژدهار سرخی ابله زنده بوده است. درست هستین؟ زنده است پدر. باورم نمیآید. همه رو میکشد. یگون واقعه روی داده است؟ هیچی نیست زینب جان، خاطر نشوید. چه جای خاطر شدنش نیست ها؟ وای اژدهار همه رو میکشد. همه رو میکشد؟ کی میکشد؟ اکا پدر جان نمیترسم. ملیس جانم، ملیس. مادر اگر باز به ما حمله کنه چی؟ تو پروا نکن پدر، من اینجا هستم، با شما چیزی نمیشود. شما درباره کی گفته ایستادید؟ کی رو میگوییم باز؟ اژدهار آخر، آدمی که زهره را به قتل رساند. اژدهار؟ چی بترسید؟ شما را اینجا من محافظت میکنم، هیچ کس نمیآید. آخر وای زنده بوده است، چه خیلی زنده مانده است آقی پدر؟ نمیدونم پدر، تفتیش کرده شده. پدر تنها او نه، جنگاور هم زنده است. جنگاور هم زنده است؟ با چشمانم دیدم. اگر جنگاور زنده باشد کلتا کیلس هم زنده است. اسبای ساختکار هم زنده است. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام هجری. با خیر است انشالله. یگان چی شده است؟ نه، در راه پایم چپ گشت. خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشد. با تو چی شده است؟ من وای آخر در راه افتیدم، دستم لط خورد. با دقت باش آخر، خدا شفا دهد. رحمت، خدا راضی باشد. خیر مرحمت گذار. بفرمو. نه استغفرالله، اول تو گذر. بفرمایید کمیسر. تو بگذر برادر هجری. بخشش فراموش کردم، هوشم در سرم نیست. مهم نیست.
марҳамат. Гузар. Ман аввал. Гузар. Майлаш. میدونستم که زنده هستی جنگاور. تو را دیدم بسیار خرسند شدم. عجبا کی باشی تو؟ کی باشد این قهرمان؟ مرا از کجا میشناسد؟ تا انتقامت را نگیرم نمیمورم عزیزم. به تو قول میدهم. کی باشد؟ ای بچه کمیسر هوی کو؟ آخرش شاکد اوف. ای بچه مرا عصبی نکن. چی من نمیک شویا؟ اینجا چی گپ است ها؟ باید چی را میپرسیدیم؟ یک لحظه میدونید؟ باید نماما تشکر زیاد نمیارزه برادر. کلتکیله زنده باشه میگم. نمیدونم. در صبحی بر وقت آمدید از کجا میدونم؟ اما من شنیدم که یک قهرمان پیدا شده در لباساش ما ستاره شو بیرون میبرمده. میگم من برادر من نباشه که زنده ام. کمیسر لطفا بگویید که او زنده نیست، چون که اون دیوانه اگر زنده باشد اهلی از پس من میشود. کمیسرم لطفا گویید که او زنده است. این دیوانه برادرم میگم کار کنه ترا من جوابش میگم. لطفا گویید که زنده نیست کمیسر. سمی میگم زنده. مرده بود آخر مرد نگو که اوز عصبم ویران میشود. روش کن شاکر مرا گناهگار نکن برادرم. او مرده است آخر. برادرم زنده است میگم. میگذار نابود حیوان مترشم برو میگم که برادر مرا مرده نگو او زنده است. او هیچ وقت نمیمیره. بس کنید. بخیر است در صبحی بر وقت. بلای سرتان را میجوید شما. استغفرالله کمیسرم. تنها آمدیم که بفهمیم برادرم زنده است یا نه. من از کجا دانم که زنده است یا نه؟ اما من شنیدم کمیسرم جنگاور هم زنده بوده است. یک جای شده اژدهای سرخ را کشتن میخواستند. درست است کمیسرم؟ همونایی که قهرمانش میگن مهر ستاره دارد کلاسای ها کمیسر. التماس نگو شما سگ بگو. زنده می بود. روی تو را نگاه میکرد مگر؟ چرا نگاه نمیکرده است؟ او برادری من بود. برادری نزدیکی من بود. یک وقت اکای اونال هم کمیسر بود، ولی از سبب اونی که با هم نزدیکی داشتیم با او برادری داشتیم. یعنی من او را اکا میگفتم. از این رو این کلاس با کشتن اکای اونال هم میتواند گناهگار دانسته شود. برای همین او پنهان میگردد. اگر همین خیلی باشد انیق برآمده مرا میکشد. آخر انشالله زنده میبرد تر پاره میکنه. شما در اینجا چیکار میکنید ها؟ چرا از کار بار میکنید ها؟ کنانی من سلام. کلتا کلاس زنده ای. چه خیل زنده از پسرم؟ کلاس مرد. اگر زنده میبود چه خیل میمرد؟ جنگاور و اژدها هم زنده هستند. بله زنده هستند. بله کلتا کلاس چی؟ جستجو داریم. ممکن است که زنده باشد. اونای دروغ رو برای کلتا کلاس زنده است. زنده ای. آخر میگوید ممکن است زنده باشد. امروز روزی نامزدی دخترم هست، ولی با کارها نگاه کنید باورم نمیآید. اژدها زنده بوده است. با این حال باز فکری نامزدی کردن رو دارید؟ با من گوش کن. اژدها زنده هست گفتن نامزدی نمیکنه مگر هر چیز زودتر خانه دار شده رود. دختری ببختی من، هر چیزی که به سرت آمده است از پشت کمال سیاه آمده است. با اکای من چی دخل دارد؟ تو خاموش باش. باز پشتی اکای او باشد را میگیری ها؟ از پشتی اکای تو دختری من قریب بود که میمرد.
همش از پشت او شد. آرام شوید، کسی به شما کاری نمیکند. من اینجا هستم. یعنی من گفتن میخواستم که کمیسر زوبید اینجا هست، ترسیدن لازم نیست. بله خانم زینب راست میگه، من اینجایم، از یگان چیز نترسید. اپا چی میگویی؟ با فکرت زینب از اکام زوبید خوشش میآید؟ چی علاقه دارد دختر؟ همه در فکری چی هستن، تو در فکری چی؟ نه با فکری من زینب نسبت اکای زوبید چشم دارد. چشمش را میکنم، فهمیدی؟ بین هم چشم او در بالای کمیسر مراد است. چی؟ کمیسر مراد گفتی؟ دخترم زینب، جای ترسش نیست. آخر تو برای ما امانت هستی دخترم، محافظتت میکنیم. هم کمیسر مراد اینجا هست، او تو را محافظت میکند. تو به شوهر هستی دخترم، او باشد بیزن. منم این خیل هم خوبم رحمت. با اجازت شما. بخیر از دخترم، با کجا می روی؟ من به جستجوی کار می روم. بیکار ایستاده نمیتوانم، باید کار کنم. کار کردن میخواهی؟ میمونی یک دهن گپ گویی. چه خیل کار میخواهی؟ وای پیش از اینجا اومدن من کافه داشتم کار میکردم. کافه؟ کافه گفتی؟ یعنی قهوه خانه؟ ای دختر بختت بلندی کرد. در محله یک مردک قهوه خانه اش را به اجاره میدهد. آن را برای تو میگیرم. چی؟ البته جانم. خیز زود باش، باز آن را یگان کس پیش از ما نگیرد. خیز زود باش، زود باش دخترم که از دست دادن ما ممکن. عزمی؟ تولین جان شیرینکی من، تو کارهایت را خودت کردن گیر میلش، من زود میایم. بیا تیر سرایم که دید میکنیم. شد تمام. بچه جان او اژدهاری بدبخت زنده بوده کو؟ آچه جان آرام شوید، خودتون رو به دست گیرید. او چخیل آرام شم بچم، او هم مرا پورا کرده میکشته کو؟ کی را میکشته است؟ کوی جبی یا بین مرا کشته میتونه؟ چیکار کرده میتونی آقای سعدی؟ او شمشیر داره. آچه جان در پایان کمیسر مراد زندگی میکند، پروا نکنید. آخی بچم چخیل پروا نکنم، من میترسم آخی. حسیت تو حاضر ای سرت فکری اجدور پجدور را پرتو. ما این سیرمی دیوانه را چیکار کنیم؟ تو باید ایمون بترسی. سیرمی دیوانه؟ برای چی این موضوع را باز کشیدید؟ ای بای من میپرسه برای چی من این موضوع را کشیدم. بچه تو زیباسنمی ترکیه در خواستگار نیستی به جایگاه ها را بخشید. ایجابی های قوطه میکنه. ای آقای سعدی چی میگه؟ اگر جیانم بشنوه بسیار زیغ میشوه. بسیار زیغ میشوه؟ یه چیش نمیشوه. حال استانبول بیایه بعد قوطه نمیکنه. پدر چه؟ نگفتیدم این خیله؟ کی را در کجا چی خیل؟ آخر نگفتم. میگفتم هم چی میشید؟ ای پدر اگر سیرمی دیوانه شنود اینجا رو چپه میکند. او چه؟ تو حاضره هیچ چیز نگفتم، نه که تو نسبت گواره بخشت خطا کرده سودی. چی این خیلی نگاه میکنی؟ اکا من دیگر کاری ندارم که با سیرمی دیوانه زنگ زدم میگویم که اکام رفته سنم را خواستگاری کرد. من هیچ چیز نگفتم. قسم بخور. من با کارهای نادرست قسم نمیخورم. بچم دیوار گوش داره. انشالله
دیوانه نشنیده است. همینجا ایسته. شما گم شوید. رقصیدن نوبتی ما. بچه ها گوره زدی سایرمی دیوانه است، همه رو میپراند. بیایید. بیا بینواز. اپای سایرام، با تو یک چیز رو میگویم ولی عصبی نشو. چی میگویی باران؟ اپای سایرام، گواره بخش تو از کو در استانبول هجری؟ هجری؟ با او چی شده است؟ وای چی؟ گواره بخش تو با خواستگاری زیب صنم ترکیه رفته است. ایستد. چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ ما حیران شدیم در جایی که تو ایستاده با زیب صنم ترکیه خانه‌دار میشده است. آه هجری، تو تمام شدی. لعنت کند. زود با من یک چیپتای هواپیما با استانبول گیرید. این مسئله ننگ و ناموس است. حاجت به تأخیر گذاشتن نیست. بنفشه، پدر، اوچه، گوش کنید. اگر شما نگوید هیچ کس نمیگوید. من با وی سیرمی دیوانه است که از خانه‌دار نمیشوم. هم خودتان رو خسته نکنید. من با سنم خانه‌دار میشوم. کسی را که میخوایی گرفتم بگی. برای تشید سر و گرنگ نمیکنم. الو سنم؟ هجری؟ درست است؟ چی درست است؟ اژدها زنده بوده است؟ بله سنم، زنده است. خدا لعنت کند. باز برای کشتن هر دویمان نآید. نه ترسانم. با اذن خدا وقتی که من با تو باشم هیچ کس تو رو نمیکشد. هجری، در حال تو رو دیدنم لازم. تمام سنم، در همون کافه وا میخوریم. تمام. من میروم. کجا میره بچم؟ اوخی نهاری تا نخورده. با همون دهنه را دیدنی میره؟ بله پدر، با نزدی سنم میروم. رفتن گیر. ولی همون سایران دیوانه بیایم بعد دوستا میبینی. بچم هیچی نخوردی. ایشه در کیسد بگی. بگی بعد میخری. نه سفره تا کجا را میره کبی نمت؟ نه برا اوخی. پدر چای. خرچیش بگونی دیوانه را. یا چو امروز. بیا دختر جانم، بیا راه کرد. انا قهوه خونه در همینجا هست. بیا دختر جانم، بیا. بسم الله. انا دخترم، اینجا همش از آن توست. از این روز اعتباراً صاحبی این مکان تو هستی. اینجا 3 آشیانه هست. در بالا 2 قبت، در پایان تا خانه موجود است. در آنجا دیگ و طبق، قاشق و همه چیز هست. ببین حتی مشقفک هم هست. آنجا بیل هم هست. نگر چی میخواهی دخترم؟ این کاغذه اینجا میکنیم. تشکر میکنم جناب. جمعه مبارکت باشد. ای وای، به دست دیوانه افتیدیم. باید یگان کار کنم. ها بین، مشتری هم آمد. میتوانی کار را سر کنی. عشقم؟ ها بله، آخر ساعت 5 میخوریم. از اونجا با دل خوشی میرویم. البته که میرویم تا صبح خورسندی میکنیم. البته مگر تو دوست داشته من نیستی؟ بله من هم تو رو بسیار دوست میدارم جان. حافظ، تو کی را دوست میداری؟ کلمه من ده. تو مگر شرم نمیکنی ها؟ ای خدا، نمیترسی ازنت؟ تو میخواهی که خانه یک عائله را ویران کنی؟
بر ذات تیواری زنک نانت نامعقول کردی. دیگه زنگ نزن، من این بچه را آیله‌دار بکنم. الو بی تربیت، با تلفن خاموش کرد. بد اخلاق. مگر من به تو نگفتم دختر بازیت را بس کن افلاس؟ جناب عظمی خطا فهمیدید. آخر دوست داشتم است. آخر دوست داشتم. در نزد زینب عیب را نمیدانی؟ با او چی عیب می شود؟ آخر من با او چی کردم؟ آخر او کار را نه سر کرده است. میخواهد زندگیش را پاکیزه و حلال بسر بند. تو احمق باشی؟ الو عزیزم، بله من کافی رو محکم کرده بعداً با تو میخورم. البته جونم. شد عشقم. من هم تو رو کنی مامانته. الله گوش کن بد اخلاق. یک بار دیگر اگر به همین دختر زنگ بزنی دهنت بشکنم، فهمیدی؟ گوش کن ای بی عقل، دیگر زنگ نزن. این دختر در نکاح من است، فهمیدی؟ الله دیدی؟ ای ترس تلفن نکش. دیدی بی عقل؟ دیدی کمال پیدا کرده است. نگفتم که هم دختر صاحبی کن. با من چی آخر؟ نه جناب، من با دوست داشتم. دم تبگی من با تو نگفتم ای بچه که همه دختر صاحبی کن. آخر جناب عظمی پیدا کرده باشد به من چی؟ خدا با صاحبش نصیب کند. البته که اگر پشیمان نشود. چی ها گفته ایستاده تو خدا با صاحبش نصیب کند ها؟ خوشبخت باش جانم، خوشبخت باش. از راستی دلم با دوست داشتد میسوزد که مثل تو کنده بر این آدم رو همراه است. چی؟ کنده؟ در اصل دوست داشته خودت کنده است. کنده میگویده با مثل دوست داشته من در دنیا دیگر جنتلمن نیست. تو با دوست داشته بیزه خودت نگاه کن. روه بیزه بوده است. تو مگر دوست داشته مرا دیدی؟ بیزه میگوید. آخر با تو بر این آدم یک جا است میخوایی که زیبای دنیا باشد. با فکرم تو با آینه هیچگاه نگاه نکرده ای. بسیار پیشروی خوب بچه ها، بهترین هستید. انا همین خیلی عشق بزرگ از نفرت بزرگ آغاز می‌یابد. رسمی دوست داشتد رو نشان بده. چرا نشان میدادم؟ تو نشان بده رسمی آن کنده‌ات رو. لطفاً رسمی دوست داشتد رو نشان بده. نه نشان نمیدهم، تو با من نشان بده. تو نشان بده من باید رسمی دوست داشتد رو بینم. تمام جوانان تمام، شما صحبتتان را دوام دهید. محبتتان زیاد میشود. من باشم به مسئله نامزدی میروم. دخترم زینب، میدانی چیکار کن؟ برای کمیسر مراد یک صبحانه خوب آماده کن. خب میگویند که اگر خواهی دل مردک را یابی خوراک‌های بالعزت بود. پس مراد جان، دخترم زینب برای تو امانت. معلوم شد که اژدها زنده است. دخترم را احتیاط کن. در رسم خودش را محافظت کند. از این پس صاحب این قهوه خانه دخترم زینب است. تو هم آدمی بیزن هستی. در خانه کسی نیست که برایت خوراک پزد. اینجا آمده سحر نصف روزی بگاه خوراک بخور. زینب از مراد پول نگیر، در دفترچه در نام من قید کن. مرا فهمیدی؟ شد جناب عظمی. زود آمده خوراک میخورم. آفرین. بعد رفتم. خیر. تاوشتی. مایش. خوب چیکار کنیم؟ یک صبحانه میخواهم گیرم اگر زهرآلود نشویم. نیست. کلچه قند. اینش هم نیست. این خیلی باشه سمبوسه گیرم چی؟ گفتم که نیست. نمیفهمی. اینجا چی دارید ها؟ زهر است. میخوری؟ چی حاله که داری ببین. فهمیدی؟ چی حاله که داری ببین. من میروم برای کار. من میروم. خوب شد که رفتی. با این ابله که یک جای میشود ها؟ این چی گپ است نه؟ به این هم به سرم یک قطار بلا است. دیگر دروغ نیفتم که این رو گفتم. خوب شد اینجا به خونه نزدیک است. برای من خوب شد. یارج وضعیتی مشکل تر می نماید. درست میگویی حقا. گوش کنید عزیزان، بچه ها میگویند که همون قهرمان و همون کلتکلس بوده است. خدایا توبه. بله این میشود مگر کلتکلس مرد کن. یعنی خدا که نمیخواهد نمیکشه. آخر شما باز از کجا برآوردید که او کلس است؟ اژدها رست کو. او خواست اژدها را کشد. من هم رو کشتن میخوام. بعد من هم کلس هستم اگر. این خیلی نگاه هم خدمت ممکن است که کلاس زنده باشد. ببین
اژدها با جنگاور زنده بوده است. چی؟ یعنی نافایشان را یکی بریدن مگر؟ آنها زنده است گفته باید او هم زنده باشد اکرام. عجیب کو. همین خیلی بیاد با مزه بود. وقتی تیار کردن من اهمیت میدادم. اساساً بی‌قدری ولی با مزه کردن هر گونه خوشبو بودن استفاده می‌کنم. اگر درست گفتم اصلا خوبی ترکی رو کجا شدی آخر هجری؟ زود بیا آخر. حبیب رقیبش رو خوب لطفوب کرد ها؟ همین خیلی. تو گونه شنیدی که آسیا پسرش رو با زیباسنم ترکیه نمیداده است؟ با کی میداده است؟ هجری گهواره بخش داشته است با او میداده است. مگر هجری سنم را دوست نمیدارد؟ هجری گهواره بخشش را دوست میداشته است. آسیا همین خیلی گفت. سنم او رو جادو یا چیکاری کرده است؟ من او را جادو پادو نکردم فهمیدی؟ هجری من را دوست می‌دارد. خوب ولی آسیا این خیلی نمیگوید. بس کن با همان آسیت. اگر باز یک بار دیگر از پسم غیبت کنید این محله رو میسوزانم. هوشت را به سرت گیر. شوکته یعنی نقشت خوب است 111%. یعنی گفتنی ما رو با این لباسایمون دیگر نمیشناسند. اباشه تو زیرا ما رو باور نمیکنی. خدای توبه. سمی به خدا هم خرسندی هستم که. چرا خرسندی؟ برادرم کلتکیلس میگن که زنده حاضر همین خبره میبرم در عروسک میرسانم. شوکته بس کن کلاس گویت را. اگر عزمی ما رو بیند چی میشود میدونی؟ ما از اینجا با حجره دختر او میدرویم. تو چی خودا میترسون چکی عزمی بازی ما ندو زینا پویا را حکم برام. اما فرمان ندهی. یه گپکم که بردار. صدایت رو نبرار. از همون وایرون شده تلفن‌های دختراش را گرفته. راستی گپ خودم نمیفوره که ما تلفن بگیرم. یک طرف به سمی بقال زود بر آفیس ما باشه صبر زیر کردیم و تمام. باشه دی اونگی نکو همه رخش رو بخم نغلطون بو. سلام علیکم. صبح کردم با کلا نمیگیرد. قیل نمیشود. عجیب. آخه تو شما نشود درخت نمیجورد. تو با کردم آدم هم بیهوده نمیگویم. هیچی هم آمد. روبی ملاقات باورم نمیکرده بودم. خیلی خوب. شوکت؟ نازیه جان بیا موشکت کنم. دختر پیش تو داری اینجا چیکار میکنی؟ عشقم یگون کس پیش راه ما رو نمیگیرد. سمی در کجا هست؟ اینجا هم شدیم ما. اصلا کی من؟ چرا به اینجا آمده؟ گوش کنید با خدا این بار پدرم شما رو زنده نمیگذارد. روی پدرت سیاه همین کرد ای پیشم برو یکو اینمی دستی راستم کتی شپلاق در پسی کلاش میفرورم. مجنون میشوم و کوهستان میرویم. فرهاد میشوم کوه رو میکفونیم. اصل من برای تو که فرهاد کوه پوش کت میکفونم. کیه؟ ای وقت پدر چه جان؟ ایادتان سخت لعنتی ها شوکت نری کلی پایان شب لعنتی وقت کنی اینجا بیاد تو چی خواهد رو قدرکی از این دختر حیوان بیایی نمیم اینجا بیا حیوان سمی چون میکنی؟ چیز نشده است شوکت بپر این بیا خرما این بلندی چه بپرم؟ لعنتی ها بخشش بپرسم از شما. دستم را گیر بگویم گرختیم خیر. ایسته دل ناموسا وقتا کجا بگورزد ایسته ایده اونا از جا کامل متوجه این نگورزد ایسته بگویم نگورزد ساختکار ها این مردک ما همین دختره تو را به آب رو گریفتنیم. ایستید در کجا باشد این دختر؟ در کافه نبود. باز تلفنش خاموش است. سنم در کافه نبودی تلفنت خاموش است. سنم چی شده است؟ آخر سنم گپ زن چی شده است؟
боз мепурсӣ а ҳиҷрӣ? ту рав аз модарат пурс. ба ҳама гуфтааст ки туро ба гаҳвора бахшат хонадор мекунад. туро ба ӯ медодааст. не охирин хелнес tuhmat аст. модарам ин хел нагуфтааст. дуруст гуфта истодаи михел не ҳиҷрӣ? ту аз аввал бо ман не, балки бо он гаҳвора бахшат хонадор шудан мехостӣ. барои ҳамин маро 2 сол аст ки манъ кардаӣ. чӣ ай? бас кун, гӯё ки чизеро намедонӣ. ба ту бо гаҳвора бахшат хушбахтӣ мехоҳам иҷрӣ. ногуфта намона, ман туро дӯст медоштам. санам, сафсата нагӯ. ман танҳо туро дӯст медорам ва танҳо бо ту хонадор мешавам. нее, ту раф бо вай гаҳвора бахшат хонадор шав, фаҳмидӣ? бе ин ҳам оилаатон мехоҳанд ки ту бо ӯ хонадор шавӣ. ман танҳо туро мехоҳам, туро. гаҳвора бахшамро не. ҳиҷрӣ, бо ман хонадор мешавӣ, ҳамихел не? ба ман қавл бидеҳ, ту маро фиреб намедиҳ, ҳамихел не? охир 100 бор ба ту қавл додам санам. пас дигар дар бораи он гаҳвора бахшат асло гап намезанам, фаҳмидӣ иҷрӣ? майлаш, вале гапро ман сар накардам ки. ту қавл бидеҳ, охир қавл бидеҳ. қавл. он гаҳвора бахшат дигар ба ҳаёти мо намедарояд. ба фикри ман, агар ҳар дуямон ҳамфикра бошем, аз ӯдаи ҳамаи кор мебароем. шуд ҳамин хел не охир? тамом. ин хел бошад оштӣ мекунем. бин ин ҳаракатҳои девонаро бин. чӣ гап аст ҳамкор? қотили фуад гулиноғлуро ёфтем. кӣ будааст? биё ба чашмои билиқит бибин. қаҳрамон будааст. худи худаш ба дом афтид. ин камера аз ҷои ҳодиса бисёр махфӣ буд. аз пасаш изе нагузошта буд, вале ин камераро надидааст. ба фикрат ҳама ин чӣ маъно дорад ҳамкор? ҷанговар ва аждаҳор 2 сол пас ба майдон мебароянд. ин қаҳрамон ҳам аз паси аждаҳор аст. аҷиб нест? 2 рӯз пеш бошад фуад гулиноғлуро мекушад. қаҳрамон чаро фуад гулиноғлуро кушт ва чаро ӯ аз паси аждаҳор аст? парвандаи фуад дар дастамон аст. мехонам, аз назар мегузаронам, вале ҳеҷ ҷавобе намеёбам. яъне зинда будани аждаҳоро ва ҷанговарро ҳамеша ту мегуфтӣ. ба ин саволҳо аз ҳама ҷавоби дуруст ту медиҳӣ. ҳаҷура? ба куҷо? барои ба саволҳо ҷавоб ёфтан меравам. аз ман чиро пинҳон мекунӣ, комиссар мурод? вай одами қаҳрамон. туро албатта дастгир мекунам, қаҳрамон. зайнаб ҷон, такроран муборак бошад. иншоалло фаъолияти инҷоро бисёр хуб мекунӣ. ташаккури зиёд мелис ҷон. хайр, имшаб ту номзадӣ дорӣ? дар ҳаяҷон ҳастӣ? бале, напурс, аз ҳаяҷон мемирам. иншоалло камол ягон кори девонагӣ намекунад. бахшиш, ман инҷо ҳастам. ором бош. нафаҳмидам. боз он аждаҳор гуфтани девонаам ҳаст. бояд дар назди ту бошам, туро муҳофизат кунам. як дақиқа. ҳеҷ чизро нафаҳмидам. яъне ту маро чӣ хел аз аждаҳор муҳофизат мекунӣ? яъне дар муқобили аждаҳор чӣ кор карда метавонӣ? мелис ҷон, ман дар ошхона коре доштам, зуд дида меоям. хуб, ин ҳам бисёр одами аҷиб будааст ку? аҷиб аст. мелис, бояд суҳбат кунем. камол, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? охир маро каме ором гузор, лутфан. гӯш кун, байни мо ҳеҷ чиз шуда наметавонад, мефаҳмӣ? роҳҳои мо гуногун аст. ин номзадӣ намешавад, мелис? албатта мешавад. лозим шавад туро медӯздам.
ای تو هم بسیار گفتی کافیست. ایستا صحبت کنیم ملیس. دستم در کرد رها کن منو. چی کار میکنی لعنتی؟ لعنتی؟ راهزن از کفر اومده ای تو مگر؟ باز تو کی هستی؟ من زینب شنلی دختری امکی میلیس هستم. اگر یک باری دیگر به دختری امکم دست رسونی این خیلی آروم نمیستم. امشب میبینیم. اینجاییست. در حال میبرایم. خوب شده است. خسته نباشید. رحمت؟ با فکر محافظ جناب پروکرور احمد هستید؟ بله. من کمیسر مراد هستم. بفرمایید کمیسر. پرونده گلین آغلو را من تحقیق میکنم. جناب پروکرور گلین آغلو را دستگیر کردن میخواست. گلین آغلو یک آدم گروهی مخفی جنایتی بود. شبهه دارم که آن تشکیلات نسبت جناب پروکرور یگان قصد کنند. از شما خواهش میکنم یگان کاری شبهه‌ناک شود به من زنگ زنید. خوب شد از کمیسر. برای کار خسته نباشید. رحمت. با من گوش کنید. از دخترهای عزمی دور می شوید. اما همین خیل امشب در خانه او نامزدی است. اگر یگان دیوانگی کنید هر دویتان رو پوست میکنم. امروز در اطراف ننمایید. چه خیلی که شما گوید که کنون عشقمان رو در دلمون گور میکنیم. اگم شو ملائکه‌ای بگونا گویا که این دروغ‌های تو رو من نمیفهمم. حیوانها، تو مگر رفیق کلاس نیستی حشرات؟ بله زنده است همین خیلی. اگه کنون جان یک بار به زبان مبارکت بگو زنده. اگر کلاس زنده باشد در تی خاکم بود روی سمیر تو رو پیدا میکند برادرم. من این رو بدیلم گفتنی بودم. آه هجری، این کارو نباید با من میکردی. تو را تیرباران میکنن. همشهر هجری در کجا استقامت میکند میدونی؟ تو چی کار داری با هجری؟ با تو چی آخیر؟ میپرانم. تو با چی میپرانی؟ با تپانچه آب پرانک؟ چه شوخی بود. با انا این میپرانم. آه هجری، من تو رو میپرانم. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ هجری کی هست این دختر؟ نمیشناسم. از ما چی میخواد این دختر؟ نمیدونم ولی نیتش خوب نیست با فکرم. تو تمام شدی هجری، میکشم تو را. هجری گوریست که این دختر تو رو میکشد. با گهواره بخشت خیانت میکنی ها؟ گهواره بخش گفت. آخر این دختر رو نمیشناسم. گفتی کو هجری؟ تو به من دروغ گفتی ها؟ این دختر گهواره بخش تو بوده است کو؟ از کجا دارم سنم؟ آخر اون بار خورد بود دیده بودم. من این را به تو نشان میدهم. من سیرم هستم. تو به همه جواب میدی هجری. هجری این رو از کجا یافتی تو آخر؟ من یافتم مگر مادرم و پدرم یافتن. گوره زود باش. آی یه هجری بچه ما یه دختر را دزدیست. یه چکار میکرده باشد؟ آی یه تایرانی دیمونه. تو یه آمده تو بچه من را نکشه. بچه بودم که افت بشرای خودم شونه دیده نمیتونم.
ҳиҷрӣ мо ҳоло ба мақсад нарасида мемурем чия? хайр чӣ кор кунем дар охират мебинем ҷони ширин. кани истед набошад ҳар дуятонро мепаронам. падар ин духтар моро мекушад ёрӣ диҳед. ай қодир дав духтарамонро мекушанд. дав қодир. охир ин дуоятро бикун ҳиҷрӣ. ба гаҳвора бахшад хиёнат кардаӣ. инро танҳо хун тоза мекунад. маро гӯш кун. ҳиҷрӣ маро дӯст медорад. фаҳмидӣ туро не? агар ба ҳиҷриам ягон кор кунӣ туро маҳв мекунам. ту хомӯш бош ҷодугар. навбати ту ҳам мерасад. ба хотири ин маймун ту маро хиёнат кардӣ. магар меарзад камтар пас мемурӣ охир. девона ҳастӣ ту? ба хотири оне ки дар тифлиамон моро гаҳворабахш карданд бо ту маҷбур хонадор шавам? истанбул туро вайрон кардааст ҳиҷрӣ. парво накун, ман ҳозир туро ислоҳ мекунам. ба ҳиҷриам даст нарасон, фаҳмидӣ? қишлоқӣ гаҳворабахши пас. навбат ба ту ҳам мерасад маймун. сайрам духтарам буш ки мара ҳиҷрӣ ҳеҷ гуноҳ надорад. охир бачаи ман муаззимай. чӣ хел бегуноҳ аст холаҷон? ба ман хиёнат кардааст. мепаронам ӯро. сайрам духтарҷон ором ша. аввал буфам чӣ гапай бад корда ку? диламро шикастед язнай садӣ. гаҳворабахшамро ба дигар кас додай. мепаронам ӯро. чӣ мегӯяд ин девона? магар ин ҷо ягон полис нест? ёрӣ диҳе духтарам. сайрам ира поён кун, шайтон бераҳат карде зуда. духтарҷон поёниш кун. охир холаҷон ин хел мешавад? то ин ҷо ман беҳуда омадам. агар мепаронам ӯро. ту киро мепарони? қишлоқӣ? туро ҳам мепаронам маймун. духтарам ҳиҷрӣ гуноҳ надорад. ҳамаш гуноҳи ҳамун духтарай. девонаро бин. духтарамро гунаҳгор мекунад. то аслан ва писари худат нигоҳ кун. е духтар ҳиҷрира ҷодугарӣ кардааст. توبه استغفرالله چه خیلی جادوچه вуди ҷодуи вудит мекунад. хола инро пештар нагуфтӣ? охир қариб буд ҳиҷриро мепарондам. ҳиҷрӣ бахшиш мепурсам, вале туро мепаронам маймун. ту ҳиҷрии маро чӣ хел ҷоду кардӣ, ҷодугар духтар? ҳа кофис охир кофис гиред ин духтаратонро равед аз инҷо даф шавед. ай қариб духтарамро мекуштанд. бас аст охир ман танҳо як духтар дорам. 2 сол пеш ҳам аз паси писарат қариб духтари бечораам мемурд. гӯш кун санам, дигар бо ин бача во намехӯри духтарам. аммо модар аммо нест. кофист охир кофист. занак ин бачаи ман духтари тара чӣ кор мекунад? ман танҳо як духтар дорам. ҳам ҷоду мекунем, ҳам гапи бисёр мезанем. суруду клипҳои нав ба нави тоҷикӣ. و خارجی ویدیوهای پندآمیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست. و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا آبونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. در بازار نرخ چنان پایان رفته است که باور میکنید من خودم حیران شدم. پیش خدمت من برخویم رو امروز با فروش نبرآوردم. بفرمایید. زیبایک هیچ به ما دقت نمیدی؟ بخیر است؟ زیبایک گم شوید از اینجا بستگی پا نکنم شما رو. دختر به ما نگاه دارد و وایم دارد. یعنی دخترک ناز نکن، منیو را بیار. زود باش زیبایک. چی گپ است اینجا؟ چی شد؟ چی گپ است اینجا؟ آخر نمیبینی کور هستی؟ این آدم ها با من هجوم کردن، تحقیر کردن. من این گاز رو استفاده بردم. این چه خیلی گاز است ها؟ چی بهوده گپ زده ایستاده؟ تو مگر پلیس نیستی؟ اینها رو دستگیر کن، من شکایت میکنم از اینها. کمیسار ما شکایت داره. این دختر همه امان رو لطوکوب کرد، قریب میکشت.
من این رو از خارج آوردم. بسیار تاثیر بخش است. آن را به جای بد گذار. این گاز قلنفور است، برای اتاق است. شد آخر؟ ای خدا. کمیسر مراد را تعقیب کردم. دیدم که با محافظ پروکورور که ما از پسش هستیم صحبت میکرد. پلیس میخواهد که پروکورور را محافظت کند. شاید فهمیده باشند که ما او را میبرداریم. قهرمانی که گولن آلو را کشته است شاید یک نفر باشد، ولی از پشتش عمیق قوه ایستاده است. پروکورور شاید که یکی از آنها باشد. اگر خواهیم قهرمان را پیدا کنیم باید پروکورور را به گپ درآوریم. پگاه پروکورور را میبرداریم. خب مایلش. با فکر تو کدامش است؟ کی کدامش است؟ قهرمان همون عسکری که دوست داشته‌اش را کشته یا اینکه کلاس است؟ به نزدیکی میفهمیم. مهمانان عزیز، این دو جوان قدم‌های اولینشان را به خانه‌داری می‌گذارند. از انگشترین یکی به دست اینها می‌اندازیم. بسیار خوشحال هستم. مبارکشان باشد. بسم الله. تبریک میکنم. تشکر. یاد کن کلید را. مبارک باشد دخترم. تشکر آمده. خوش آمدید. یعنی چه می شود اجری؟ این دختر در خونه شما می ایستد؟ چرا این کارو میکنی آخیرا؟ ای سانا من چیکار کنم؟ یعنی جیانی مادرم است تو. پیش کنم او رو. این خیلی باشد تو در اون خونه نمی ایستی. فهمیدی اجری؟ چه خیلی آخیر؟ در کجا ایستم سنم؟ در کوچه ها خواب کنم؟ تو وقتی که اون دیوانه در خونه شما می ایستد هرگز با تو گپ نمیزنم اجری. هرگز. سنم آخیر ایستاد. سایرم با یگان خطایی نکنی دخترم. اگر نه او دختر هجری را میگیره با سلاح و زوری نمیشود. مرد کاره اول باید دلشونه به دست بیاری. پروا نکن خاله جان، من هجریم رو با آن جادوگر دختر اصلا نمیدیم. شام بخیر هجری. علیکم سلام. مرا به رقص دعوت نمیکنی؟ توبه استغفرالله. نمیشود، جایز نیستی. چخل جایز نیست؟ نوبتی ما شود جایز نیست؟ ولی او گویا جایز است همین خلا؟ التماس مرا زوری نکن. آخر دختر مگر رقص میکند؟ ای بس رو به نزد پدرم که تو رو انتظار است. اگر تو مرا به رقص دعوت نکنی من تو رو دعوت میکنم. چیکار میکنی تو؟ اینجا بیا آخر. پدرم نگاه دارد. رفتیم. این کار میشود آقای سعدی میشود. دختر بین هجری را رقص ده بود. این کار گناه است راه کرده. ای لطفا اما آخر یعنی که نیکو نزدیکه نزدیک. مادر شما چی گفته ایستاده اید؟ چی خیلی نیکو خوب هستید شما؟ پدر جان دخترم؟ سلاح در برد است؟ بله در برم است. بسیار خوب. آن رو با من نمیدهی؟ یک چیز رو میسنجم. چی؟ دخترم تو چی گفته ایستاده ای؟ پدر زود سلاح رو با من بده. طاقت نمی کنم این دختر رو میکشم. با من ده آن رو. آرام شو. پدر جان التماس بده آخر آن رو این رو بده. آرام شو. میکشم اون رو میکشم. آرام شو میکنم. ایست دخترم. سنم نکن راه. ای بای بخدایی. هجری جان مرا به رقص دعوت نمی کنی مایده چم؟ دعوت کردی مردی. با تو چی آخیره؟ از تو میپرسم مگر دف شورف از اینجا به این هم در همه جا رو برویم میبرویی. گوش کن میمون، در اینجا مثل آدم های با مدنیت گپ زده ایستاده ایم. مرا عصبی نکن. یا خدایا اگر عصبی کنم چی میشود؟ این میمون گپ رو نمیفهمد. اینجا بیا. که دختر میمون این چی حال است؟ یا خدایا ما را کمک میکن. من چی کار میکنم آخیر؟ اکا آن دختر دقتی تو رو جلب نمی کند همین خیلی نه؟ این گپ را از کجا برآوردی؟
نه من هم همین خیلی فکر میکنم لیکن سوهیه میگوید. یا خدا توبه شما دیگر کار ندارید توبه. بله یعنی درست میگویی. آخر تو چیکار میکنی آن دختر را ها؟ بله. نوزیه جان کمی دیگر من هم برقصم با اکام؟ البته. اکا تو منتظری چی هستی آخر زینب رو برق چرا دعوت نمی کنی؟ نفهمیدم. اکا یا اینکه میخوای کمیسر مراد و ای دختر رو گیرد؟ شما چی ها گفته ایستادید؟ آن دختر میمانی ما است عیب است. دیگه خیلی گپ نگو. اکا مرا گوش کن. من آیسته آیسته به جای میروم تا آن دختر رو برقص دعوت بکن آخر. ای برگم شمجه سر ما بیان کردی. ای بدبختو خیال میکرد که من زبایدم. من لوینتم لوینت. تو مرا نگاه میکنی؟ چرا نگاه میکردم؟ فکری مرا برقص دعوت کردن رو داری امین خیل نه؟ تو را برقص؟ فکر نمیکنم که تو رقصیده میتوانی. به فکرم تو مرا برقص دعوت کردن میخواهی ولی من نمیرقصم چون که تو به من زیبنده نیستی. چه خیلی زیبنده نیستم. شامتون بخیر خانم زینب. شام بخیر جناب زبید. قطمیت تو نمیتی؟ اینجا مرده بوده است که رقصیده میتوانست است. چقدر خوب. من در طول حیاتم این خیل دختر سیرناز و کرشمه را ندیدم برادر. بسیار بی‌شرم است. بسیار. سلام علیکم کمیسر مراد. علیکم سلام. درباره کی گپ میزدید کمیسر مراد؟ هجری بخشش میپرسم. کمی در فکر فرو رفتم. بخیر است؟ مثل که تو مشکلی داری؟ نه خوبم من. هیچ چیزی نیست. آخر من 2 سال است که خانه‌دار شدن نمیتوانم. 2 سال است که پدر و مادرم راضی میکردم. اینش کمی میکرد که باز به سرم آن گهواره بخشم برآمد. آخر من با اذن خدا خانه‌دار شدن میخواهم. یعنی میخواهم کودکی زیاد داشته باشم. به دستانشون دفتر دهم پرسان شوند که پدر جایز است یا که نیست. آخر پرسند. من هم با آنها آموزانم آنها رو فرزندان خوب تربیت کردن میخواهم من. نه آخر نمیشود یگان خیلی نه. این به من روا نیست مگر. آخر من در کجا خطا کردم کمیسر مراد؟ آها هجری دلت پر شده است کو؟ این نپرس کمیسر تنها این نیست. بسیار چیزها رو نمیدونی تو. وای بر تو باد هجری. مرا برقص دعوت نکردی. من این رو تا آخری عمرم فراموش نمیکنم. دانستگیر. خاموش باش هجری خاموش. دیگر گپ نزن. سلام بیا میرقصیم آخر. هجری جان گهواره بخشی زیبای من بر وقتتر به خونه میروم. باز با آن جادوگر نرقصی میپرونم تو رو. تو هم به خونه دیر نکن فهمیدی؟ شام بخیر. شام بخیر. توبه استغفرالله. هجری در حقیقت کاری تو دشوار بوده است. یعنی یک دوست داشته دردسر است. باز تو 2 تا داری. خدا یاریت کند به خدا. نه کمیسر من تنها یک دوست داشته دارم. او هم سنم است. من تنها سنم رو دوست می‌دارم. این هم دردسر است. به خدا نباشد خوبتر است. نه همین خیل. سرت رو گرم کردم. بخشش میپرسم کمیسرم. نه هیچ گپ نیست. ما همسایه هستیم که آخر. کمیسر مراد یک چیزی است که میخوام از شما پرسم.
پرس هجری. ҳозир дар маҳалла гуфтанд, ман ҳам шунидам. аждаҳор зинда будааст, ҷанговар ҳам зинда будааст. боз як қаҳрамон баромадааст мегӯянд. яъне баъзан одамон мегӯянд ки калтакелас асту. дар бораи ин шумо маълумоте доред? охир ӯ устоди ман буд. устодам зиё, устодҷони ман. яъне аз ростӣ зинда монданаш имкон дорад? کمیسر مراد آخر است؟ آخه دختری بیچاره آنجا تنها ایستاده است، چرا برق دعوت نمیکنی او رو؟ کنی؟ آی بیشاد، بیا رفتیم کنی بیا. کنی جوانان برآمده برقصید. نه من نمیرقصم، بسیار خسته هستم، نمیخواهم رقصیدن. آی بس این مردک اینقدر نامردی بد هم نکن. جناب اعظمی لطفاً مجبور نکنید. معلوم است که کمیسر مراد رقصیده نمیتواند. از شرمنده شدن میترسد. او رو به حالش گذارید. من با نفرانی که رقصیده میتوانند میرقصم خانم. کور هستی؟ ندیدی که کمتر پیش خیلی زیبا میرقصیدن؟ تو آن را رقصیدن میگویی؟ بس کن این گپا رو کمیسر. معلوم است که رقصیده نمیتوانی آخر. با یگان کورس رفته بیاموز بعد بیا. خوب، حاضر من به تو نشان میدهم که کی خوب میرقصد. دستم رو رها کن که بد میشود. میشد از کو؟ شیرینکم دیدی؟ در 5 دقیقه همش حل کردم. حاضر میرقصیم. تو باشی دهانت رو بپوش، فهمیدی؟ خودم رو به زور داشته ایستادم، مجبورم نکن. گپ نزن، برقص. دستت رو بگیر آخر. در کجا مونم دستم رو؟ پایم رو زیر کردی. این خیل باشه دستگی پایم دور شد. این خیل؟ توب خور آخر. توب دادن نمیتوانی آخر. رقص رو اصلا مرد اداره میکند. کاش مردی باشد و رقص رو اداره کند. در تو این بیشرمی ارسی است؟ ماشاءالله تو هم بسیار شیرین هستی. در این شب از همه بدترین رقاصه ها. او با اکای زبایدم بسیار خوب رقص کرد کو. از این معلوم شد که مشکلی از طرف بچه بوده است. با خودم باور نمیکنم. با نفری رقصیده ایستادم که مرا در همه جا جستجو میکند. اگر کی بودنی مرا فهمد در او به محبس میبرد. من چیکار کرده ایستادم؟ چرا با این دختر رقصیده ایستادم؟ بخشش میپرسم.
гӯё ман бисёр мехоҳам ки бо ту бирақсам. маро бубахши яктоям. ба ту ҳаргиз хиёнат намекунам. ҳаргиз.